میخوام با این فیلتر میکاپ کنم بدون اینکه حتی یک لحظه خودم رو تو آینه نگاه کنم. مرحله کرم پودر زدن که اصلا سخت نیست و الان رفت تو ابروم. اومدم اینجای چشممو بلند کنم، فکر کردم زیر چشمم اینجوری داشتم می‌زدم، همین زارت رفت تو چشمم، کور شدم. کانتور پیشونیم شبیه تر بچه شده. این فرچش کج میشه میارم، بعد نگاه کن همش کج کانتورام. کانتور دماغم که تو ماتریکس هستن. اینم که خاله هندیه. حالا همه این قسمت ها الان مسخره بازیه. باز رفت تو چشمم. وای. قسمت اصلی آرایش چشم اینو می‌خواستم بگم. قسمت روشگونه که زیاد سخت نیست. حالا میبینی دلخش میشم. احساس میکنم یه جوری ژل ابرو زدم که الان هر کدوم از ابروهام یه شکلی داره. میرسیم به قسمت خط چشم، کاری که مطمئنم الان با این فیلتر قراره توش بزنم. احساس میکنم خط چشم خوبی شد. فکر کنم راحت ترین قسمت چالش همین قسمت ریملش باشه، اصلا سخت نیست. به علاوه قسمت ریمل، قسمت هایلایتر هم راحت بود. بالاخره رسیدیم به قسمت لب. خب خط لبم که خوب شد به نظرم. بریم به قسمت لب. رژ لب. بالاخره تموم شد. الان وقتی رسیده که این فیلتر خوشگل رو ور بدیم و با واقعیت روبرو شیم. این ور صورتم رژگونه و کانتور رو به بالا، این خط لبی که داره میره تو دماغم، خدا رو شکر. اینم که ولش کن بابا اصلا. این ور صورتم کانتور و رژگونه صافه، این بد نی، خدای خط چشم خوبه. حتی ابروهام هم یکی نیم بالای صاف، این بالاش رفته بالا. وای چه خط چشم گوهی.